همه بیخی ایران ماندیم. اینی رقم وضعیت است اینجا. سلام برسان نظری صاحب سعی که اینی حال است. یعنی این دکان A34 است که چی حال روز است اینجا، چی رقم حواله اجرا کنه آدم. بیبی اینجا سعی که در نوبت است، این مردم کلش در نوبت است. تو میگی حواله را اجرا که چی رقم اجرا کنم. اینجا سعی کن تا کجاست ای خودت سعی کنه. خواهش کنیم بازش بسیار انتقاد پذیر است. انتقاد میکنن میگه ببینین شما مردم حوالای ما را نمیگیرین و مصرف نمیکنین و 100,000 رقم ما را توهین میکنن. ببین امیر یک دفعه نشان بده، وطنای ما را نشان بده، بگو ببین در بانگا چی حال روز است، ما چی حال روز داریم. اینجا سعی کو یک حواله را بسیار با مشقت بسیار با مشکلات میگیریم. دیگه خدا کنن که هموطنای عزیز کمک میکنن. نظری سے خدا کنه ما را درک کنن. دیگه ما شما را خدا کنه که درک کنن. ببینید اینجا 100 رقم مشکلات است. بانک یک مشکل داره، دیگه مشکل داره. سعی کنیم هر جای حواله جا دکان هر جای مشکلات خود داره، هر چیز. دیگه خدا کنه که ما را درک کنن وطنا. سعی که آخر قطار است. سعی کن ما برات نشان بدم که آخر قطار ده کجاست. دیگه تو چی گفته اینجا حواله اجرا میگیری؟ دیگه با خدا دلت از زندگی بات میکنه. قطار است که از یک سر اون سعی ختم چوب است میبینی، ختم چک پوینت که از سر پلاک خورد که میایی. این از اینجا مکمل به در گل سعی نه گفتی که نقصه اینه نقصه. مادر جان ما اون روز استاد جاوید گفتم که می خاله خانهش کجاست. تو باز که من مادر را گپ بزنم. بچه که چی داره تکلیف داره؟ دیوانه از بچه. کارگر کیه؟ کارگر شوهرم بود، حالا نه 1 سال شده بیخی در خانه بیکار بیروزگار. نان خوردن اگه داشته باشیم به خدایی خودش یعنی. ولی ما روزا را چی رقم تیر میکنیم؟ چی کنیم؟ میگه یک نان خوش گدایی سر ولی خدا یک لقمه. در کجاست خانه؟ یعنی خانه من از این کوچه. چرا مادر چرا گریان داری؟ این نمی دوای نمی خوشی من نداره به خدا. به نام خدا که تامورا بام چو بیش. چرا بیبی جان چرا؟ این پیسه دوا را نداره، چیز نداره، نان خوردن خدا نداره. می نمی پیچه سفید نان هم میخوریم، چیز نداریم در تو خانه. طرف برو مادر. خب در کجاست خانه؟ او طرف برو. خود تو طرف برو. کی؟ مثلا می خوشی مسنوش هستم، بچه من مریض است. ما 500-600 دواش میشه، 1 روپیه خدا دوا نداره پیسه‌شه. بینمی کل دمرات خان معلوم است که بچه من تکلیف است. استاد جاوید خانه زیر دیدی از یاره؟ من خانه من از یاره خانه خود من من نان خوردن خدا ندارم. با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که ندارم. بیا که خانه من خوشی و سعی است. نه من زن خطر بریش است. خطر بریش یه خانه باز ما بعدش هم می‌بینیم. صحیح بیا. این همین خوشی من از پای او طرف از خانه تا برین همون طرف برین میکنه و برادرم را ما نان خوردن خدا ندارم. برو مادر جان خیر پیش برو میفهمم برو مادر بیشی استاد جاوید برو ما دیدمش خاله جان برو امت خانه برین سرور برو چطور است یا وضعیت چند تا اولاد است؟ 70 209 تا زن بچه‌م خودم زد. کارگر کی است؟ کارگر خودم هستم. تو چکاری زمین موتور شدم میگن درس مگزمون دیگه چیزی دارید. اینجا چطور داخل آمدی پدر؟ اینجا گپ زدن گفتن دکتر کمک از تو برو رقمی داخل شد. خب اینجا خب به کارت کمک نمیشه کاکا. میفهم که گپای دادی است. 50 نفر بود 50 دانه کارت بود برای کلگی. خدا باشه. سیگریزه خدا باشه. چه زنگ ولاده ماما؟ اونو از تو است. از همین کاکارم ببر کدی تا سرک خب اشاره جایی که خود داره یعنی دمی خب کاکا کار خود کی حالا گفتی گوش نخواو کردین بلده یک پشوی گیدی میکردیم چی بلده نمیرسه
چرا حالا گریان میکنی؟ اینا به اینا چیزی فشار سرم ده یک بوجی آرد قناعت داری یا ده یک بوجی برنج؟ هر کدامش که باشه قناعت دارم فقط اینکه بندر زمین سرده را با هر کدام باشه صبر خداوند با قناعت بکنم یعنی فکر کنم یک حق یک نفر که تو نیم سخته میکنم نام چه ما خود چرا قناعت دارم خدا قانون برام بدیم قناعت دارم بیا خیر باشه انشالله ببینیم باش کمی جریان نکن خدا مهربان باشه سخته شما آرامش این چشمک تسابق است یا کدام جای من چی زده؟ تام سیب چرا زده بود چرا زده؟ کارت نوی هم نداره دایی که بغلا سرک میشینی یا کار میکنی راست تا بگو یه کار میرم من ری باد گیر میارم باد تا ساعت 3 بجه 3 بجه چیزی میشه باز من کار میشه نگوشه کسی نه یک چیزی کاری کنه چرا میشینی نمی کار خودت خوب نیست کاکا والا ما دیگر تا 3 بجه 4 بجه خسته میشم شیما و حرکت دم کنم دمنده ای رفتی کدام روز در همیشه کار رفته میتونی دکاندار رو تصمیم کنی اکسل هفتاد اکسل هشتاد اکسل شست دیگر روش سر کارش میپره با کسایی که شناخته داره خوبه دکاندار رو اونا خوب هستن اونا کجا میبری او را؟ 600 کار میکنم اونا با اونو دو تارو بدر چی کار دارن حال دمو؟ ما کمی نوالی آقا خپل بار که خلاص خواه ما کمی نوالی میکنیم ما باره که گیرم آمد 25 کیلومتر بشم در سرک موتر برینجا برام میگیرم در کدامش خوش هستی؟ هر کدامش راضی باشی زیر گپ نبیایی خواه فقط زیر گپ نبیایی من میرم میخوام فقط چون یک آدم خیرنده زحمتش مملکت هستی زیر گپ برام نبیایی من چی کنم برگم نه چی اونم یک دانه غیر حاضر است خو کارتشان پیشم است اونمو از یک یتیم است ما از یتیم ببر آوردم روغن برنجش هم میبری یا آردش هم؟ هر رقمی چی میگی اگر بگم سر کلتان میشیم از بدبختی بینوایی رفتن کرای خانه بودن میتونم شاید باور نکنی که شاید هم که بودیم میگم سوال بگم که روش سر کلتان رفت بخاطر کرای بودن نه توی انتخاب کو دیگه که من باز کار خدا بفهم برنج که روغن میبری یا آرد میبری؟ آرد باشه میگه نوشه بکم نه te کار را میکنی نه کمیزن چیکار کنم برو بار کمی آرده برو پدر قربانت نه خواهش میکنم پدر بخیر باشی پدر پدر خدمت است اونم یک نفر پدر غیر حاضر بود بخیر باشی برو کراچی گک تبیگی مارده بار کن اونو روغن اکت برنج باز ما یکی دیگر میتون پرده از وام شوسه برو بخیر باشی نه اینجاست پدر اینی را بار شما رو برای آدم بیا میره بگی و بدر کاکا بگی مارده بگی خب دوستانم یک دانه غیر حاضر بود از کدام کسی کارتشان نمیفهم کجاست یک دانه شام اونو بغل است که معلم صاحب است شهید داده بود در زنگ میزنه میایه کاکا را گفتم آرده میگیری یا روغن کده برنج آرده خوش کتی دیگه شام میتیم بگم وطن دیگه ما که پردیش شوم نمو بیایم کل امور از اون بغل بگی حتما نه باز بله عرصه که تان میل اینو خوش آمد کمک ترکیست ببخشید دوستان امروز مهمان یکی از خانواده نیازمند هستیم که خودان دروازام رفتیم دیگه اجازه ندادن که برایم خدا خیرش بده ما هم گفتیم کبر نشده دیگه دوباره برگشت کردیم چاشت است و این گوشت هم در کدام خانه ای که مادر جان کار میکرده امو برشان داده دیگه در این قسمت ما هم بوده حتما و امو خاطر ما آمدیم که بیا میره نوش جان میکنیم باز میریم بخیر طرف کار بار خواه بخیر
دیگه گوشتش هم فکر کنم که گوشت گوسفند است. خب بیا بخیر استاد. نوش جانتان، خدا خیر بده خوره که زحمت کشید. حق زنا به ما شما بازم خیر کنه. دلش چیز نگرده که حالا از خانه ما برآمد پس به مو خاطر دور خورد. جور سلامت باشه. تشکر. سلام. انشالله انشالله. فعلا دیگه ما این نوش جان میکنیم، فقط شما سعی کنید. اگر به دکان رفتم نظری سید که نام خدا همکار معلم و جاویدان بله خوب شده، بسیار میاد پرزنت بسیار خوب کرد. بله. نکات مهم بیان میکنیم. بله. دیگه نوش جانتان. سلامت. نوش جان. تو نمیخوره و بچه از گشنگی هلاک شدن. ما خب کن بگی یک تصویرش خب بگی که کامرت چی بگی بس به اونو شارت کات میگه چی میگه که شارت 15 ثانیه بگی انت که میگیری در یوتیوب هو بیاده که میره کدام نفر از دست دیه والا که دیه والا که کس خراب نه تو بگی انت یک شارتک بگی ما دمی چی؟ ریکارد از 15 ثانیه ما وای دست ما نخوری ما بیچاره کاغش نشده نان خوب زیاد است باش که خیمت دور کنم صدا کمک بیاین رفیقای عزیز بگیرین ما هیچ زیاد گوش نشده والا ما بگی اینجا بیا ما حالا ما اونو بیچاره دندان نداره همون نانم بته بچم ما بیا توی طرف مرا ما بره خدا حافظتان ما دیگه نمانده مرا چطور نمیخورم خلطه که بود کیک هم از کلچه هم باش کیره مایل دارن یا نه؟ یک آه والا مایل دارن؟ نکشی میگیری کدام شارت دیگه هم؟ ما خود ما که حضور داشته باشه ما او را برد گوشه زیاد گشنم نه والا اینی بیچاره دندان نداره خب ما بچه ما میره کم کم انداخته برو دیگه ما میریم خب دایی دو دانه پنیرک از بیگی برای خود کرد خب اونو کلچه و اونو یک تو تنانه دایی پرت بر از جا پرتون بریم برو بخیر او یخ ده کجا کاکا این او یخ هم بخو که دل تازه شوه
خالا آمد خالا مرا این هم تفلکا را بتی خو ای کمی زبان تغییر کرد دیگه ما زیاد دیگر خون میشم. خب دوستان میریم به طرف سرک دارلمان. فعلا لیسه حبیبی هستیم. آهسته آهسته مت پیش میریم بخیر به طرف دارلمان. امیجام یک پدر پیرمرد است. امیدوار هستیم که کسی دیگه نبینه ما را. ایران بخو نوش جان. دیگه نمیتونیم خالق شما را مزاحمت کنیم براتان. امی کاکا یک بوتلو میتونی خورده؟ مهربانی نه هم یک 3 دانه نان گرم بخیر باشه. امی کاکا میده آدم یک قب بگیرشه. از کجا دویدی؟ اوان از اینجا تو چی وقتی رقم باید باشه ما شما؟ دیگه چی کنیم دیگه تو خواهد چی هم هستی چنام داره شبکه پشت از اون نگردال تا چی وقت پشت نان بدویم ما تا شما؟ که خدا مهربان شود این بدبختی ما شما را بکشه بخیر دیگه چاره دیگه نداره. نه غیر دربار خدا. بله. خدا جان کمک کنه. اینم 3 تا نان یک بوتل قهوه بگی بخیر باز. خدا خیرت بده. خیر باش سلامت. بیا بچم تو رو یک بوتل بتم. تشنه شدی از مکتب آمدی؟ ما یک بوتل قهوه بخو که رقایت سر کرده. خیر خیر برو. چی گپ است خاله جان؟ نان بده نکرد. ها؟ ما بخو غریب هستیم ده. تو نانا چی میکنی یک بوتله و بگی که تازه شود حلقت ما؟ نه نه نه. ما خیر ببینی بیاده. زالا از کجا دویدی؟ بالا. از تا بالا چند تا نان گرفتی؟ با خدا که دا به تر کله پوری دسی منگا تاسو خوار زاری چطور کنی؟ تا چی وقت در بدر خاله ما موندیم بچه خدا تا رحم چه وقت ایتوری باشیم خدا دیگه رحم کنه سر مسلمان ها. برو که بایی- مادر جان خداوند ما و شما را از این بدبختی خلاص کنه. بخیر خبیل کنه خیر ببینی بیاده. سلامت باشی. کاکا خوب هستی؟ جان جور جان جور است. نه نانا بگی یک بوتل قهوه بگی که حلقه تازه شوه. شما سلام علیکم. علیکم سلام. چی میکنین شما اینجا؟ والا بعد مجبوری هستش نمیدونم سرک امید که یک چیزی کمک کنم. اینم 3 تا نان یک وقت تو تا نمیشه. والا میشه فضل خدا میشه. بگی تو در روی آو انداخته خدا بی خبر است. پس که تو بچه پس که بازی میکنه. پس که تو چوچه هی چی میکنی؟ گرمی کدی؟ مردار از بخیر. پس کو بچیم خدا خنده کو